دختر من متولد 80 بود. دخترم باردار بود، از شوهرش میترسید، شوهرش بده بارداره. رفتم خونهشون، بردمش آزمایشگاه تقریبا 1 ماه جلوتر. گفتم مامان بهش نمیگی؟ گفت نه مامان من میترسم، بذار پدر مادرش بیان بهش میگم. و چون بیارش خیلی بد بود، شوهر خودش شک میکنه بهش، به تست میخره، برای داخل تشریف خودش کنارش وای میسته که ببینه این تست رو تو آب یه موقعی نزنه الکی بین بگه حامله نیستم. شب دخترم بهم پیام داد، گفت مامان حسین گفته برات قرص میگیرم، من میخوام بچه‌مو بیارم دنیا. گفته بود باشه حالا که میخوای بیاریش بیارش، ولی پیش مامان و بابات فعلا نگو، میخوام سورپرایزتون کنم. تقریبا ساعت 9 صبح تماس گرفت، مامان میخوام برم حموم، یه موقعی نگران نشی. گفتم نه باشه برو، من تا 10 بیرون میام با تماس میگیرم. گفتم باشه. ولی هر چی دیگه تماس گرفتم، هر چی اس دادم، از دختر خبری نبود. دختر من حالا نمیدونم داخل حموم میشه، نمیدونم خونه بوده چطور بوده، میره داخل حموم و دند خفش میکنه. بعد اونم با من اومد بیمارستان و اظهار میکرده بله گاز گرفتش. فهمیدم پلیسا رسیدن اونجا، بعد 4 ساعت اقرار کرده خودم کشتمش.